برندگان عمل متفاوت انجام نمی دهند، فقط به گونه متفاوت عمل می کنند. سلام بینندگان عزیز، به برنامه این هفته معرفی کتاب از چینل کابل وقت خوش آمدین. عزیزان، در این هفته کتابی را که میخوایم بر شما به معرفی بگیرم تو برنده هستی هست. تو برنده هستی نویسنده کتاب شیو کهرا، مترجم کتاب فاطمه رضایی ملک خیلی هست. سال چاپ کتاب سال 1396 هجری شمسی. موضوع کتاب بر 11 بخش تقسیم شده هست. بخش اول کتاب اهمیت طرز فکر، بخش دوم کتاب چگونه طرز فکر مثبت بسازیم، بخش سوم موفقیت، بخش چهارم چی چیز مانع راهمان هست، بخش پنجم انگیزه، بخش ششم اعتماد به نفس، بخش هفتم اهمیت مهارت‌های اجتماعی، بخش هشتم 25 گام برای ساختن شخصیت مثبت، بخش نهم ذهن و عادت ناخودآگاه، بخش دهم تعیین هدف و بخش 11ام ارزش‌ها و دیدگاه‌ها می باشد. موفقیت به معنای غیبت شکست نیست، بلکه به معنای نیل به مهمترین اهداف هست. پیروزی در جنگ، ولی نه هر نبرد کوچکی. اگر در زندگی شکست بخورید شاید ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید محکوم به شکست خواهید شد. برندگان در مقابل بازندگان. برندگان همیشه بخش اصلی پاسخ هستند. بازندگان همیشه بخش اصلی یک مسئله هستند. برندگان همیشه یک برنامه دارند. بازندگان همیشه یک بهانه دارند. برندگان میگویند بگذارید برایتان انجامش دهم. بازندگان میگویند این کار من نیست. برندگان برای هر مشکل پاسخ می‌یابند. بازندگان برای هر پاسخ مشکل می‌یابند. برندگان میگویند ممکن است سخت باشد اما امکان پذیر هست. بازندگان میگویند ممکن است بتوان انجامش داد اما بسیار دشوار هست. هنگامی که برنده اشتباه میکند میگوید تقصیر من بود. هنگامی که بازنده مرتکب اشتباه میشود میگوید تقصیر من نبود. برنده متحد است، بازنده وعده میدهد. در هر شخص و هر موقعیت به دنبال نکات مثبت باشید، مثبت اندیش باشید. تصمیم بگیرید که شاد باشید. معیارهای خود را خردمندانه تعیین کنید. یاد بگیرید که در انجام کوچکترین کارها شادی را پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که زندگی بالا و پایین دارد و تمام بخش‌های آن مثل هم نیست. در هر موقعیت بهترین کار را انجام دهید. خود را درگیر کارهای مفید و سودمند کنید. به کسانی که کمتر از شما خوشبخت هستند کمک کنید. یاد بگیرید که کارها را جبران کنید. غصه نخورید و به آن فکر نکنید. خود و دیگران را ببخشید. تقصیر و کینه‌ای به دل نگیرید و کینه‌جو نباشید. تقدیر موضوعی در انتخاب بخت و اقبال نیست، بلکه مربوط به انتخاب است. چیزی نیست که منتظرش بمانیم، بلکه فقط باید به دست آوریم. در اخیر تشکر میکنیم از کتابخانه انتشارات عازم. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.